قراره امروز یه شاهکار هنری رو بررسی بکنیم. البته شاهکار که چه عرض بکنم، یه حمله صوتی تمام عیار. ببینید بچه‌ها، همیشه بهمون گفتن که هر کسی باید توی کاری که بلده بمونه، ولی بعضی از یوتیوبرها صبح که از خواب بیدار میشن فکر میکنن که چرا نرم یه خواننده بزرگ نشم به جای اینکه کارمو بکنم و برم امروز ولاگمو بگیرم. بعدش هم میرن یه استودیو و میگن که میخوام یه موزیک خوب ببندم که گوش مخاطبامو پاره بکنم و یه موزیک خیلی خوب میدم بیرون و باعث میشن که گوشای ما برای همیشه از گوش کردن آهنگ بترسن. امروز قراره که آهنگ جدید مانیکس وید به اسم پلاسیم رو گوش بکنیم. بریم ببینیم مانیکس که تا دیروز ولاگ میگرفت قراره یه استعداد خفن توی خوانندگی باشه یا یه فاجعه. بزن بریم. فقط من عینکمو بذارم که یه ذره گنگ باشم. هرچند عینک من یه ذره کرومه، اگه در جریان باشید. بذار ببینم. ای کاش مشکیشو میگرفتم. این کرومه و تمام اون دنیای اونور مشخصه. ولش کن، نمیذارم. یو ایول، مانی هم مثل من گفت یو. شروع کردیم با دست خالی، الان موزیک میندازیم بچه نابی. تیم با هم اصل کاری، اگه دشمنی میشه زیر پاهات خالی. شروع کردیم با دست خالی، الان موزیک میندازیم بچه نابی. تیم با هم اصل کاری، اگه هیتری. گوشم الان این آهنگه دارن آزمایش آژیر خطر پخش میکنن. کارت میگیره داشت تو کفت تیم، کارو کردم یه سره اگه اینجام داداشت دیده یه کارت میگیره داشت تو کفت تیم، کارو کردم یه سره اگه اینجام داداشت دیده یه بچه شیر. کیسو دادم به همه گفتن کارت میگیره داشت تو کفت تیم، کارو کردم یه سره اگه هیتری. نمیخوام رامو شل بگیرم یکی توی اوج اگه هیتری یعنی چی الان؟ ولی به هر حال حالا جدا از این که مانیکس زیاد خواننده قهاریه، آهنگساز انگار تازه اولین بارشه افل استودیوشو باز کرده و یه بیت زده گفته بچا بیاین افل استودیو یاد گرفتم، بیت زدم، بیا بخون. کی میخونه؟ مانیکس تو بخون. تو چون که تازه دندون کاش بمونم زود بشینم، اگه من بیام بالا عشق میکنن طرفدارا. حاجی محمدو به زور آوردن. نگاه محمد افشار قشنگ داره میگه آره، مثل میم امریکن سایکو که اینجوری اسمش چی بود؟ پاتریک بیتمن. یکی توی اوج بمونم زود بشینم. ببینید قشنگ محمد افشار قشنگ نقش پاتریک بیتمن رو داره. ببینید، یا بیتمن، بتمن، هرچی. اگه من بیام بالا عشق میکنن. خیلی خوبید، خیلی طرفدارا. این چیزی شد که خواستیم اکس بلوره همتون پلاس، هممو میدونیم که خواستیم عمرم تو این لول بباز. قیافه حسام آجی. تو رو خدا آهنگسازتو بکش مانی اگه این ویدیو رو میبینی. من واقعا دارم تلاش میکنم بفهمم کجاش موزیکه. تو رو خدا یکی بهم بگه کجاش موزیکه. بچه‌ها انصافا این موزیک چند از 10 میگیره؟ به نظر من اگه بهش 0 بدیم خیلی مهربونیم که نمره بالایی بهش دادیم. تو کامنت ها حتما بنویسید و سابسکرایب اول بکن، سابسکرایب بکن، لایک بکن و حتما تو کامنت ها بنویسید که اگه مانی دوباره آهنگ دیگه داد به پلیس موسیقی زنگ بزنیم یا نزنیم. اگه کسی هست که فکر میکنه این موزیک خیلی خوبه، لطفا بیا کامنت بذار و بهم بگو که دقیقا کجاش خوبه. و اینم از آهنگ پلاسیم مانیکس وید که ظاهرا تصمیم گرفته یوتیوب رو ول بکنه و برینه تو موسیقی ایران. هرچند موسیقی ایران وجود نداره چون قبلا مورز گلزار ریده توش. See you guys. شایدم تو خراب کردی همه چیز و خودت